به نام خدا. سلام و روز بخیر به شما بینندگان محترم. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس ادامه دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. آقای پیشبهار سلامی، دوباره از روند بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس برای ما بگید. بله، خیلی متشکرم سرکار خانم نصیری. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مجلس تقریبا 2 ساعت و نیمی هست که کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور رو به بررسی گذاشته. ابتدا سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 اومد صحبت کرد، اشاره کرد به هماهنگی و در واقع تأمین نظر مجلس و کمیسیون تلفیق از سوی دولت در خصوص مباحثی که بوده اشکال داشته و مورد بحث و بررسی قرار گرفته. بعد هم سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه به ویژگی‌های لایحه بودجه اشاره کرد. بعد از اون نمایندگان مجلس، نمایندگان موافق و مخالف، 5 موافق و 5 مخالف که برخی در واقع نوبت خودشون رو به همکارای خودشون دادن، نظر خودشون رو اعلام کردن. الان که من برای بینندگان عزیز گزارش میکنم، رئیس سازمان برنامه بودجه در حال ارائه صحبت‌های خودش هست. اما در صحبت‌هایی که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه داشت، اشاره کرد که برخی از موارد از جمله افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده که دولت در لایحه 20% پیش بینی کرده بود به 42%، 43% افزایش پیدا کرده به صورت معکوس و پلکانی. همچنین بحث در واقع مالیات بر ارزش افزوده هست که دولت تقاضا کرده بود سال آینده 12% بشه که مجلس رو 10% اصرار داشته و دولت قبول کرده. بحث طرح‌های عمرانی که افزایش پیدا کرده و اینکه مجلس در سال آینده بتونه با توجه به وضعیتی که کشور داره معیشت مردم رو تامین کنه. در این حال نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه‌های خودشون رو داشتن. نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه عنوان می‌کردن که دید توسعه‌ای در بودجه وجود نداره، کسری پنهان وجود داره. در این حال نمایندگان موافق میگفتن که در واقع این بودجه طوری بسته شده که به نفع مردم هست و اقشار آسیب پذیر مردم در این لایحه مورد توجه قرار گرفته. در این حال الان رئیس سازمان برنامه بودجه داره صحبت میکنه، از بودجه دفاع میکنه کلیاتش. در صحبت‌های اولیه‌ای که داشتن اشاره کردن که بودجه در واقع ما اومدیم در سال آینده بودجه دستگاه‌های اجرایی رو کم کردیم که معیشت مردم تمام بشه. بعد از این انشالله کلیات به رأی گذاشته میشه. من در خدمت شما هستم. متشکرم آقای پیشبهار. ممنونم از توضیحات شما و خدا نگهدار. رئیس اتاق اصناف ایران گفت جلسات کارگروه مشترکی برای رسیدگی به مشکلات اصناف و بازاریان همچنان در حال پیگیری و اجراست. آقای نوده فراهانی همچنین از برگزاری این جلسات به صورت وبیناری برای اصناف سراسر کشور خبر داد. ما به صورت وبیناری هفته یک بار اوایلش جلسه میذاریم با کل کشور و همین امروز هم بنده بخشنامه میکنم به کل کشور یا آقای همچین کارگروهی همچین به حساب پیگیری کاری تشکیل شده، شما تمام مشکلاتتون رو منعکس بکنید و اعلان هم میکنیم که چه روزی در هفته به صورت وبیناری بیان، آقایان مسئولین هم بیان اونجا جوابگو خواهم بود. از آقای رئیس جمهور هم درخواستم این است که در رابطه با این کارگروه چیزی را کم نگذارن و همونطور که روز اول اشاره کردن پیگیر این کارگروه باشین که ما مشکلات اصناف رو از طریق این کارگروه حل بکنیم. ناوگان تاکسی‌های ون پایتخت در قالب طرح وانا نوسازی می‌شود. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت 250 ون در قالب این طرح عرضه شده که تاکنون 45 دستگاه واگذار شده و باقی مانده هم به زودی قرعه کشی می‌شود. آقای رحیمی گفت متقاضیان باید دارای پروانه معتبر، مالک ون فرسوده و متعهد به نصب GPS و عدم واگذاری خودرو به غیر باشند. همچنین قرارداد خرید 2000 ون جدید با ایران خودرو دیزل منعقد شده است. این اقدام با هدف نوسازی ناوگان فرسوده و ارتقای کیفیت خدمات تاکسیرانی انجام می‌شود و با بهره‌گیری از تسهیلات مالی به بهبود خدمات ایمن و مطلوب به شهروندان کمک خواهد کرد. شیراز میزبان بزرگترین اعتکاف جوانان کشور است. 8000 نفر در مسجد جامع شهدای شیراز معتکف شدند. امروز آخرین روز اعتکاف است.
در مسجد جامع شهدا. سوال معنوی داره. شکر خدا خیلی خوبه. این گردهمایی بزرگترین اعتکاف جوانان کشوره. آدم میاد اینجا راحت میشه، انگار که یه باری از گناهون سنگینی گناه ها میره، شما سبک میشه. حدود 70% از معتکفان سن زیر 20 سال دارن و اینجا یک خلوت عاشقانه با معبود را تجربه میکنند. سوال اعتکاف واقعا خیلی فضای عجیبیه. شاداب بودن جووناست، بعدم اکثرا جوونن و خود خادما هم جوونن. در کنار راز و نیاز و دعا و عبادت، برنامه‌های فرهنگی، هنری، سخنرانی‌های مذهبی هم برای جوانان و نوجوانان پیش بینی شده. اعتکاف فرصتی برای بریدن از تعلقات دنیوی و خلوت و راز و نیاز با معبود خویش است. خلوتی برای تفکر و اندیشیدن. سیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز. بازتاب تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه ونزوئلا ربایش رئیس جمهور این کشور را تجاوزی علیه منطقه دانسته. 6 کشور از جمله برزیل و اسپانیا هم این حمله را محکوم کردند. همزمان هزاران نفر در نیویورک، آمستردام و کاراکاس با برگزاری تظاهرات آزادی مادورو و توقف مداخله آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را خواستار شدند. Fellow citizens, last night I ordered U.S. military forces to Panama. همشهریان، دیشب من به نیروهای نظامی آمریکا دستور اعزام به پاناما را دادم. 37 سال پیش جورج بوش پدر دستور حمله نظامی به پاناما را صادر کرد، به این بهانه که این کشور کوچک در آمریکای لاتین حقوق بشر را نقض می‌کند و در قاچاق مواد مخدر دست دارد. اما واقعیت چیز دیگری بود. رئیس جمهور جدید پاناما با سیاست‌های آمریکا سر سازگاری نداشت. در جریان این حمله هزاران غیر نظامی پانامایی جان خود را از دست دادند و رئیس جمهور منتخب به زندانی در خاک آمریکا منتقل شد. بامداد شنبه به وقت ونزوئلا، جنگنده‌های آمریکایی اهدافی را در ونزوئلا هدف قرار دادند. اقدامی که با ربایش نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور همراه شد. من خودم درگیر یک جنگ غیرقانونی احمقانه بودم که در آن بسیاری از بهترین دوستانم را از دست دادم، چون دولت بوش می‌خواست عراق را اشغال کنه. الان دقیقاً همون اتفاق در حال رخ دادنه. حتی در سنای آمریکا هم صداهای منتقد خاموش نشد. کاملا روشنه که این فقط تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از افزایش قیمت‌ها و رسوایی اپستین است. هیچ کس خواهان جنگ با ونزوئلا نیست و این اقدام غیرقانونیه. اما این نگرانی تنها به داخل آمریکا محدود نیست. من فکر می‌کنم وضعیت فعلی ونزوئلا با آنچه قبلا از مداخلات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان دیده‌ایم متفاوت است و علت آن یک عامل مهم است: حمایت مردمی گسترده‌ای که نیکولاس مادورو و دولت انقلابی ونزوئلا از آن برخوردارند. در خیابان‌های پایتخت ونزوئلا، ایتالیا، فرانسه، سوئد و بیش از 75 شهر آمریکا مردم در اعتراض به این آدمربایی و اقدام غیرقانونی به خیابان‌ها آمدند. اگر برای دفاع از صلح و امنیت کشورمان مجبور باشیم تفنگ به دست بگیریم، این کار را می‌کنیم. ما برای دفاع از میهنمان می‌ایستیم. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما. و بازار بزرگ رشت یکی از مهمترین مراکز سنتی عرضه کالا در استان گیلان است. حضور واحدهای صنفی و دستفروشان در بخش‌های مختلف بازار آن را به یکی از اصلی‌ترین نقاط تامین مایحتاج روزانه شهروندان و گردشگران تبدیل کرده. اینجا بازار بزرگ رشته، بازاری که بیش از 4 قرن نبض اقتصاد و فرهنگ گیلان را در دست داره. بازار خیلی خوبه، همه چی داره دیگه، از شیر مرغ تا چی میگن جون آدم میذاره. خودتون چی خریدین؟ من زیتون خریدم، ماهی خریدم، بادمجون خریدم، سوغاتی ببرم. کجا ببری؟ قزوین. ما انواع زیتون رو داریم، محصول گیلانه. الان اینا چی هست؟ ربای انار، آلوچه است، پرورده است. از ماهی تازه دریای خزر تا سبزی‌های محلی، میوه‌های محلی، اشبل، اینجا چیزا. خودتون اومدین چی بخرین؟ من اومدم میذاره ماهی بگیرم. نهار چی دارین؟ بقل خورش.
چاشنی بقلا خورش چیه؟ ترشی، سبزی خورده. اینجا همه چیز بوی زندگی میده. برگ شیر محلی. عطر بفرمایید. برای شیر بابی، شیر قلیه ما از این استفاده میکنیم. ماهی خالدار آزاد که معروف به زمان ما رشته میگیم بیکت، کله درشت، کله سیاه. بیشتر ماهی سفید داریم، کفال داریم، کولی داریم که دریایی. صید روزه. ماهی تازه برای خودش مشخصه. چشمش باید سفید باشه، گوشش باید صورتی رنگ و قرمز باشه. بازار رشت فقط یه مکان خرید نیست، روایت زنده‌ای از تاریخ، فرهنگ و زندگی مردم گیلانه. چند سالتونه؟ من 90 سال، 18 سال داشتیم این بازار بود. آقا هر چی می‌خوای اینجا هست سر میدان. سر موقع خریدم. سینی خریدم برای پلو، خریدم برای از این قابلمه‌های کوچک رو می‌پزیم، برای میگردن میذاریم اینجا. بچه‌ها برای خودشون نصب می‌کنم. خورشتش چیه؟ خورشتش فسنجانه، قرمه سبزیه، قیمه نه دیگه. و کباب هم هست. آره، اناربیج هم هست. چقدر شد؟ قبلتونه 75. خدمت شما. بازار رشت با بیش از 24 هکتار وسعت یکی از بزرگترین بازارهای سرباز شمال کشور محسوب میشه. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، بازار رشت. اوقات خوشی داشته باشید. روز بخیر و خداحافظ.